تجربه دهم، خوراک مرغ پستو با سبزیجات. داخل تاب روغنی که ریختی سینه‌های خرد شده رو اضافه میکنی، بعد یه مقدار با فلفل و نمک داخل روغن تفتش میدی. پیاز خرد شده و هویج خرد شده رو اضافه میکنی و با هم مخلوط میکنی. بعد فلفل دلمه هایی رو که از قبل خرد کردیم به مخلوطمون اضافه میکنیم و تفت میدیم. بعد نوبت کدوهای خرد شده است، اون رو هم اضافه میکنیم و داخل روغن کامل با هم مخلوطش میکنیم. ما چون از کنسرو نخود فرنگی استفاده کردیم، اونو مرحله آخر اضافه میکنیم. بعد با هم داخل روغن تفتش میدیم. برای سس پستو از بادوم زمینی، ریحون، لیمو پوست کنده و روغن استفاده میکنیم. میریزیم تو بلندر رو کامل مخلوط میکنیم. بعد سس پستو رو اینجوری میتونی رو خوراکت اضافه بکنی. نوش جان.